سلام. من صحبتم با اون دسته از بچه هایی که گربه دارن و با اون دسته دیگه است که با این بچه ها مشکل دارن. عزیزم، چون من گربه دارم شما نمیتونی بیای خونه ما، یا در واقع بهتر بگم دلت نمیخواد بیای خونه ما چون پشم داره، چون کجا جیش میکنه. ای وای دستاتو چنگ زده، وای یعنی باهات یه جا میخوابه. میخواستم بدونی که اصلا من گربه رو آوردم که با افرادی مثل تو تعامل نداشته باشم. اصلا من اگه تو رو دوست داشتم که خب میومدم خونه شما. اصلا تو رو دوست داشتم که تو رو هم خونم میکردم. عزیزم یاد بگیریم تو زندگی هم دخالت نکن. به خدا این سره، نگاه کن، این سر، این ما تحت بقیه است. این سری که تو ما تحت بقیه کردین و اگه در بیارین زندگی بهتر.